السلام علیکم، امید که جور صحتمند باشین. شاگردای نازنین، شما را به یک درس دیگه از الیمنتری خوش آمد میگم. از شما خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب و لایک بکنیم. مستقیم سر درس میرم. شاگردای نازنین، درس نهم است از الیمنتری. This part is a conversation. یک conversation محاوره است. شاگردا دارای محاورهتان کار میکنم. چه قسم خود معرفی کنیم؟ مثلا با کسی خود معرفی میکنیم، از نوبه استفاده کنیم. Introducing yourself، معرفی کردن خودتان. Lesson 9، بخش نهم است. خب اول چی است؟ اجمل است. شما کتابچه داشته باشین، وقتی که جمله رو میخوانم معنا میکنیم، شما معنیش نوشته کنین خودتان. درست؟ من نوشته نکنیم دی، از بعدم نوشته نمیکنم، فقط معنا میکنم، شما خودتان نوشته کنین. قسمی بهتر است یاد میگیرین. So اجمل، the first person is اجمل. اولین شخص چی است؟ اجمل است. okay? So اجمل میگه hello سلام. My name is اجمل رحمانی. My name is اجمل رحمانی. Hello یعنی چی؟ سلام. My از من میشه. What is the meaning of my یعنی از من. My name یعنی نام من. What is the meaning of my name یعنی چی؟ نام من. My name is اجمل رحمانی. خب نام من چی است؟ اجمل رحمانی است. باز یه همراه مریم صحبت میکنه، دو نفر است. مریم با چی میگم؟ Hi. Okay, nice. Okay, my name is، ببخشین، my اینجا my بیایم. What is the meaning of my یعنی از من. My name is مریم. نام چی است؟ مریم است. خود معرفی میکنی. اگر میخوای معرفی کنی، اول my abon my name بعد از my name is abon هر چی نامت بود. My name is for example رحیم. My name is for example I can say John. My name is احمد. هرچی. باز ای اجمل میگه که where are you from. Where از کجا. What is in where از کجا. You یعنی شما، یعنی یا تو. From از. Where are you from میگه شما از کجا هستین. Where are you from میگه تو از کجا هستی. Where are you from میگه تو از کجا هستی. باز ای مریم چی میگه؟ I am from Afghanistan. I یعنی چی؟ من. am است. So from یعنی چی؟ از. I am from Afghanistan. من از کجا هستم؟ من از افغانستان هستم. I am from Afghanistan. تلفظ چی است؟ افغانستان. نمیگی که افغانستان. هم قسم. That's wrong. باز مریم چی میگه؟ Where are you from. تو از کجا هستی. Where are you from. تو از کجا هستی. Where یعنی چی؟ از کجا. Where از کجا. Are you from یعنی از. میگه تو از کجا هستی. باز دیگه این نفر چی میگه؟ I'm also from Afghanistan. من همچنان. Also چی معنی؟ Also یعنی همچنان. I'm also from Afghanistan. میگه من همچنان از چی هستم؟ از افغانستان هستم. Afghanistan یعنی چی؟ افغانستان. باز اجمل پرسان میکنه which province. What is the name of province. Province ولایت میشه. District باز چی میشه؟ ولسوالی میشه. Which province. باز village چی میشه؟ Village یعنی you can say قریه. Which province are you from. میگه تو از کدام ولایت هستی. اجمل از مریم پرسونه. مریم باز چی میگه؟ I'm from Kabul province. I am یعنی من هستم. From یعنی چی؟ از کابل یعنی کابل دیگه، خود جای نه دیگه. The next one they فارسی میگه کابل، باز انگلیسی فرق میکنه. Kabul. If American people say they say Kabul province. میگه من از کجا هستم؟ از ولایت کابل هستم. province ولایت. دیگه باز اجمل چی میگه؟ It's nice to meet you یعنی خوب است. یا مثلا It's nice to meet you میگه یعنی خوب است که تو رو ملاقات میکنیم. یا for example nice اینجا خوب معنی میده. درسته؟ It's nice to meet you میگه این خوب است که من تو رو ملاقات میکنم. بعضی میگم این خوب است که ما تو رو ملاقات کنیم. نه، گذشته نیست، همین حال است. میگه این خوب است که من تو رو ملاقات میکنم. درست است؟ meet ملاقات کردن. meet چه معنی؟ ملاقات کردن. I meet you من تو رو ملاقات میکنم. you meet me تو من ملاقات میکنی. میت جایگاه دوم بیاید. چرا؟ چون که فعل است. اینا در جمله بندی صحبت کردم. باز میگه nice to meet you too میگه من همچنان از دیدت خوشحال شدم. یعنی خوب است که من تو رو میبینم. درسته؟
من همچنان از دیدن تو خوشحال میشم یا خرسند هستم. nice to meet you همون تو معنا رو میده. باز میگه اجمل، مریم میگه nice to meet you too. میگه من همچنان از دیدن تو خوشحال هستم، یعنی خوشحال هستم که تو رو میبینم، یعنی خوب است که تو رو میبینم. nice to meet you. اجمل. خویب کنورسیشن با این دو نفر بود. باز میخوانم، شما وقت من میخوام شما باز من تکرار کنید برای ابتدایی کسایی که هستن. های برای که دوم استفاده شود، درست. باز هلو که هسته فرق از این دو صحبت کنم. هلو مؤدبانه تر است، باز های که هسته دوستانه تر است. ای فرقش امی است، درست. برای دفاتر از هلو استفاده شد. من از اول میخوانم اجمل. Hello, my name is Ajmal Rahmani. Hi, my است. I'm sorry for misspelling. My name is Maryam. باز اجمل چی میگه؟ Where are you from؟ از کجا هستی؟ I'm from Afghanistan. از افغانستان هستم. باز مریم میپرسونه Where are you from؟ I'm also from Afghanistan. Also یعنی همچنان. میگه من همچنان از افغانستان هستم. Which province are you from؟ از کدام ولایت هستی؟ باز اجمل پرسونه I'm from Kabul province. از کابل هستم، از ولایت کابل هستم. It's nice to meet you یعنی من خوشحال هستم، یعنی خوب است که تو رو میبینم. So it's nice to meet you. مریم میگه من خوشحال هستم، یعنی خوب است که من تو رو میبینم یا ملاقات میکنم. باز میگه nice to meet you too. میگه من همچنان خوشحال هستم، هم خوب است که تو رو میبینم. اجمل. اینجا چند تا چه وردم اصلاحات که ابتدایی هستن، مفید میباشه اینا. useful یعنی مفید. expressions چی مانا؟ expressions اصلاحات. and words تلفظی چی است؟ words نمیگی words. this is words you can say. خب برای که اول پرسی کنین اینا رو استفاده میکنین. good morning یعنی صبح خیر. good morning صبح خیر. the next one good afternoon یعنی بعد از ظهر یا عصر بخیر. the next one good evening شام بخیر. good evening شما معنایش نوشته کنید. خب good evening تلفظی چی است؟ good evening یعنی چی؟ شام بخیر. the next one good night زمان است که تو به خواب میری استفاده کنی. بسیار شاگردا ما مثلا کسی پای آنلاین درس میدیم معمولا از طرف شب است. شاگردا می دهول پرسی استفاده نمیشه. شاگردا good night باز یعنی که او به خواب میره دیگه، اونجا مو چخرا مانده دیگه تحت خواب خود و اون میره دیگه. good night it means you should not speak. اون نیست. خب او استفاده نمیشه. شما باید بگین good evening. good night این زمانی که good bye دیگه من میرم خواب میکنم به قسمی است. good night این شب بخیر. the next one for example how یعنی چگونه چطور. see you میبینمت. زیادتر در speaking استفاده see you یا میگه see you later بعداً میبینمت. see you. fine دیگه لغت چی است؟ fine صفت است که بعد تو verb استفادهش معنا میده. I'm fine you're fine they're fine. the next word you can say great. what is it? great عالی. دیگه لغت okay خوب. مثلا تو میگی so good afternoon how are you؟ I'm okay I'm great. says thanks تشکر. so to همچنان. تو یعنی چی؟ همچنان. province دو چی بود؟ the conversation بود. ولایت province تلفظی چی هسته؟ province. meet ملاقات کردن. meet wonderful فوق العاده عالی. wonderful nice خوب یا زیبای مقبول. بیاین چند تا دیگه اینجا بر شما کنورسیشن آوردیم. اگر مثلا بی good morning بی good afternoon از چیزا استفاده کنیم. مثلا saying good morning به کسی که میگی صبح خیر. saying یعنی گفتن چیه؟ صبح خیر. ناهید و جان است. دو نفر اینجا آوردم ناهید and جان. good morning جان. ناهید میگه good morning جان. اوکی صبح خیر جان. how are you چطور هستی؟ how are you یعنی تو چطور هستی؟ بازی میگه fine thanks میگه خوب هستم. fine یعنی خوب. what is it fine you can say خوب. fine thanks یعنی خوب هستم. ایتنا میگه I am fine اون معنا رو میده. fine یعنی خوب تشکر. باز میگه fine thanks ناهید and you و تو چطور یعنی منظورش هست که تو چطور هستی. and you یعنی تو چطور. باز میگه not too bad میگه نه وقت بدک نیم دیگه منظورش خوبه کمری خوب هستم. not too bad میگه وقت بد نیستم وقت حالم بد نیست یعنی خوب هستم.
saying good afternoon. اگه میخواین شما good afternoon بگین بعد از ظهر بخیر. خب اینجا دو نفر آوردم، یک نور and the next one Sarah or Sarah. Good afternoon اگه میگی بعد از ظهر بخیر یا عصر بخیر. Good afternoon Sarah, how are you؟ چطور هستی؟ با سارا چه thanks، تشکر. I am fine. من چی هستم؟ من خوب هستم. I am fine تلفظی میشه I am fine نور. اوکی، میگه من خوب هستم نور. And you؟ و تو چطور؟ یعنی منظورش که حال احوال تو چطور است؟ باز میگه I'm fine من خوب هستم. Thank you تشکر از شما. Thank you تلفظی چی هست؟ Thank you نمیگه دیگه ایسا welcome خواهش میکنم این قسم. So I talk about saying good afternoon, good morning, and I talk about useful expressions here. So and I talked about introducing yourself. So it was lesson 9. Thank you so much. I ask you to subscribe and like my channel. شاگردان نازنین و دوستای محترم، از شما خواهش میکنم که چینل ما رو سابسکرایب و لایک بکنین تا ویدیوهایی که با شما میمونم لیولای متفاوت، حالی کس راجع به لیول چی گپ میزنم با لیول الیمنتری، بعد لیول 1 میم قسمتی از لیول 1 هم درس دادم بخشش را. لیول 2 اما قسم که طبق تصمیماتی که مانده ممو کار میکنم. ما تک تصمیمات در اول پلیلیست الیمنتری ماندم، شما رو ببینید طبق از او باید پیش ببرین. Thank you so much. Have a nice time.